عثمان دمبله هم نمک خورد هم نمکدون رو شکوند. خلاصه بازی بارسلونا پاریس سن ژرمن. سلام به ترکوبیای عزیز و دوست داشتنی، خوش اومدید به خلاصه بازی بارسا پی اس جی. انتقام پس از 7 سال کامبک برای لوئیز انریکه. فرق نداره که بارسا باشه یا پاریس سن ژرمن، کامبک خودش رو میزنه. در دور برگشت مرحله یک نهایی چمپیونز لیگ در یکی از جنجالی ترین بازی این مرحله، بارسلونا و پاریس سن ژرمن در ورزشگاه المپیک مونجویک مسافت همدیگه رفتند. در ترکیب تیم میزبان بارسا با سیستم 4-3-3 همیشگی خودش و در سمت مقابل هم پاریس سن ژرمن با حضور دمبله و بارکولا خط حمله و اشرف حکیمی در خط دفاع بازی رو شروع کردند. بازی با برتری بارسلونا آغاز شد و بعد از چند حمله ناموفق در دقیقه 12 لامین یامال از سمت راست حرکت کرد و با ورود به محوطه جریمه توپ مقابل دروازه فرستاد. اونجا رافینا تونست با یک بغل پای ساده گل اول بازی رو به ثمر برسونه تا بارسلونا در مجموعه رفت و برگشت 4-2 تا به اینجای کار تیم برتر میدان باشه. 5 دقیقه بعد پی اس جی میتونست پاسخ گل بارسا رو بده، اما ضربه سر امباپه روی سانتر اشرف حکیمی از بالای دروازه راهی اوت شد. دقیقه 21 روی حرکت خوب رافی و لواندوفسکی در محوطه جریمه به توپ رسید، اما ضربهش دقت کافی نداشت، با اختلاف زیادی اوت رفت. اما در دقیقه 29 پس از فرار بارکولا و در آستانه تک به تک شدن با ترشتگن بود که پیش از ورود به محوطه جریمه آروخو اون با خطا متوقف کرد و داور ابایی از دادن کارت قرمز نداشت و مدافع بارسا رو با کارت مستقیم قرمز اخراج کرد. 3 دقیقه بعد دمبله پشت ضربه ایستگاهی قرار گرفت و ضربهش با اختلاف نسبتا زیادی از کنار دروازه گذشت. در دقیقه 40 بالاخره پی اس جی تونست که قفل دروازه بارسا رو باز کنه. ارسال بارکولا به مقابل دروازه از همه گذشت و سمت راست دمبله با یک ضربه فوق‌العاده بازی رو مساوی کرد. این دمبله پدر بارسا رو در آورد. نیمه اول با همین نتیجه 1-1 مساوی به اتمام رسید، اما در همون ابتدای نیمه دوم حملات پاریس سن ژرمن آغاز شد. در دقیقه 54 شوت زیبای ویتینیو از پشت محوطه جریمه به گوشه سمت چپ دروازه بازی رو 2-1 کرد. 3 دقیقه بعد گوندوغان میتونست که به گل پی اس جی واکنش بده، اما ضربش از لبه محوطه جریمه به تیر عمودی دروازه پاریس خورد و به بیرون رفت. 2 دقیقه بعد وضعیت برای بارسا بدتر هم شد. تکل ناشیانه کانسلو روی دمبله پنالتی برای پی اس جی گرفت و دقیقه 61 و امباپه با پشت توپ قرار گرفتن این ضربه پنالتی توپو وارد دروازه کرد و پی اس جی رسما جلو افتاد. بعد از این گل پاریس سن ژرمن بازی رو مدیریت کرد و به بارسای 10 نفره اجازه نداد به موقعیتی برسه، اما در این حال اونا هم گلی نزدند. در ادامه باز هم بازیکن پاریس سن ژرمن به خوبی بازی رو مدیریت کردند و بارسا از خلق موقعیت عاجز بود و در دقیقه 89 بالاخره تیر خلاص پی اس جی زد. روی ضد حمله سریع ترشگن که ضربه امباپه آسنسیو رو رد به رد دفع کرد، اما توپ روی اشتباه عجیب کنده خورد به باسن فرمینو، رسید دوباره به امباپه و امباپه کارو تموم کرد. و بعد از توماس مولر امباپه دومین بازیکنیه که بیشترین گل به بارسلونا زده، یعنی 6 گل. وقت اضافه هم که 7 دقیقه بود، اما بدون موقعیت اتفاق خاصی گذشت تا پی اس جی با پیروزی 4-1 در بازی برگشت و 6-4 در مجموع بارسا رو حذف کنه و راهی مرحله نیمه نهایی بشه. اینم از آمار بازی که نگید که پی اس جی با مالکیت تقریبا 70-30 موفق شد بارسا رو حذف بکنه. 21 شوت در مقابل 7 شوت، 6 موقعیت بزرگ مقابل یکی و 3 تا موقعیت از دست رفته مقابل هیچی. دقت باسم که 90-72 به سود پاریس سن ژرمن. خلاصه پاریس کامبک زد، بازم به سبک لوئیز انریکه. فرقی نداره بارسا باشه یا پاریس. شما بازی رو چطوری دیدید؟ در مورد داوری نظرتون چی بود؟ به نظرتون داور یه خورده سختگیر عجیب غریب نبود؟ در قسمت کامنت ها نظرتون رو بنویسید.